ولدينا رسلهم يكتبون. صدق الله العظيم. اینها به مقابل اسلام و دین اسلام و به مقابل قانون قرآن نقشه ها میکشیدن در جای خلوت، اما خدا گفت ما هم مقابل اینها نقشه بکشیدیم، اونها را نقشه هاشان برباد میدادیم. اینها در پس درهای پوشیده مصلحت میکردن، مشورت میکردن برای من کردن اذان، برای من کردن دعوت، برای من کردن تویهای اسلامی نقشه میکشیدن، برای من کردن بچه ها از مسجد نقشه میکشیدن. خیال میکردن که نقشه ما را کسی نمیداند. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. اینها گمان میکردن که نقشه های پنهانی اونها را، مشورت های پس پردگی اونها را هیچ کس نمیداند. هم تو خیال میکردن این یهودی ها، این صهیونیستا، این دشمنای اسلام. اما خدا چی میگه؟ بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. آره، ما نماینده های خدا، ما کامره های خود در پس پرده های اونها گذاشته بودیم، مشورت پنهانی اونها را ثبت میکردیم، مشورت پنهانی اونها را روی بردار میکردیم. اونها هیچ جا از ما خلاص نمیشن. همونا بوده اکو امروز این عذاب و چشم دیگر برای تو خلاصی نیست. انکم ماکثون. خوب از اپراولایش دوزخ هم جواب نیست. رو به کی بیارم؟ ماننده که از نشه الکترما هم یاردم نشه و محبوس های ما رو به رئیس جمهور بیارن، عرضه شکایتی با عالی جناب عالی می نویسن. دوزخی ها هم وقتی که از مفتش های دوزخ یاردم نیست، از افراولایش دوزخ هم یاردم نیست، فریاد رس نیست، ثانی بر رو به پروردگار می آوردن، با داد و فریادشان به خداوند یک ادیان از همه جا فی آخنا امین می شود. قرآن چی می گوید؟ به پروردگار می گوید خدایا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا